خب فرض کن الان میتونی 5 سال دیگه تو ببینی. با خودت میگی وای چه تغییر بزرگی توی زندگیم انجام دادم. یا مثلا میگی هنوز همون جاییم که 5 سال پیش بودم. اگه میخوای جمله اولو بگی این ویدیو مخصوص توه. و نکته اینجاست همه چی فقط به یک انتخاب ساده برمیگرده. نه بلیت بخت آزماییه، نه یک سخنرانی انگیزشی، نه حتی اون نرم افزاری که روی گوشیته و هیچ وقت بازش نکردی. میخوام در رابطه با یک تصمیم خیلی ساده صحبت کنم. اونقدر ساده که باورت نمیشه چقدر مهمه. همین یک تصمیم میتونه باعث بشه پیشرفت کنی یا همینطوری دور خودت بچرخی. هر باری که دکمه چرت آلارمتو میزنی فقط 9 دقیقه خواب رو نمیخری. داری با آیندهت معامله میکنی. تحقیقات میگن مغز توی 90 دقیقه اول بعد از بیدار شدن 40% تمرکز بیشتری داره. انگار یه تقلب بزرگ داری. ولی به جاش میری کامنت های اینستاگرام رو میبینی. کسایی که تحسینشون میکنی ابرقهرمان نیستن. اونا توی قله کوه مراقبه نمیکنن. فقط بیدار میشن. نه اینکه از صدای آلارم گوشیشون خوششون بیاد. نه، بلکه میدونن اون ساعت اول صبح طلاست. موضوع این نیستش که صبح زود پاشی. موضوع اینه که بهترین حالت ذهن تو خرج ویدیوهای چرت و پرت نکنی. و همین فرق ساده میتونه 5 سال دیگه باعث بشه به هر چی خواستی برسی. حالا اگر صبح زود بیدار شدن خوشت نمیاد، خبر خوب اینه که من نمیخوام نقش یک مربی سختگیر رو بازی کنم که داد میزنه بیشتر تلاش کن. من فقط میخوام یک چیزو بهت بگم. فقط 1 ساعت از صبح تو مال خودت کن. همون 1 ساعت بهت یک برتری ذهنی میده که خیلی اصلا تجربهش نمیکنن. وقتی بقیه با چشم نیمه باز میرن توی تیک تاک و این ور اون ور، تو داری با تمرکز کامل آینده خودتو میسازی. اگه بتونی از این 1 ساعت درست استفاده کنی، میری توی یک حالتی که دانشمندا بهش میگن نوروپلاستیکی. یعنی مغزت مثل سیمان خیسه، هرچی الان توش بریزی همون شکل میگیره. مثلا اگه بری سراغ حاشیه‌ها تمرکزتو نابود کردی. ولی اگه برنامه‌ریزی، یادگیری یا حتی نوشتن یک هدف ساده باشه، داری ذهنتو رشد میدی و همین 1 ساعت کوچیک توی 5 سال آینده تبدیل میشه به 1000 ساعت موثر. حالا احتمالا سوال میپرسی که خب 5 صبح پاشم چیکار کنم من؟ نگران نباش، الان بهت میگم چیکار کن. اولین مرحله یه لیوان آب بخور، چون مغزت بعد از خواب واقعا نیاز به آب داره. پا نشی سر صبح یک لیوان آب سرد بخوری ها. یه آب خیلی ملایم و ولرم. مرحله بعدی یکم خودتو بکش، یکم راه برو و یکم ورزش کن. اگه همین موقع به زندگی شک کردی اشکال نداره. شک باعث رشده. مرحله بعدی یک هدف بنویس. فقط یکی، نه یک لیست بلند و بالا. تو مار نیای بنویسی. روی یک هدف ساده تمرکز کن. مرحله بعدی یاد بگیر. چند صفحه کتاب بخون. یک ویدیو خوب ببین یا به یک پادکست خیلی خوب گوش بده. مرحله بعدی حواست باشه این 1 ساعت مقدسه. نه پیام، نه شبکه اجتماعی، نه هیچ چیز دیگه. فقط حواست به فکرت باشه. و تا وقتی تموم نشده نباید حواستو پرت کنی. این فقط یک برنامه صبحگاهی نیست. این ساخته یک هویت جدیده. هر بار که با سختی از تختت بلند میشی و هدفمند عمل میکنی، داری به موفقیت نزدیکتر میشی. شاید فردا حسش نکنی، حتی شاید هفته بعد هم نه. ولی بعد از چند ماه میری جلوی آینه و میگی من شخصیت اصلیم. البته میتونی این کارها رو هم نکنی و مغزت رو تقدیم به شبکه‌های اجتماعی کنی و در آخر میتونی حسرت زندگی بقیه رو بخوری. ولی یادت باشه 5 سال آینده میاد، چه بخوای چه نخوای. سوال اینه واقعا داری آینده تو میسازی یا فقط تماشاچی موفقیت بقیه ای؟ امیدوارم از فردا که صبح زود پا شدی بدونی داری چی کار میکنی. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.